شکر برای این روز زیبا و پربرکت و لحظاتی که خداوند برکت میدادن با کلامش بشینه خودش یک فیض و بخششه. خدا رو شکر برای این همه محبتی که از آسمان به روی زمین بازه. شکر. در قلبم هست در امثال باب 31 از آیات 10 شروع بکنم بخونن و این بنده خدام که از خستگی مرده دو چرخ سوارایی هستن که تا به اینجا میبرن بعد میان اینجا به التماس عیسی مسیح میفتن که یه قوت دوباره بگیرم بعد دوباره حرکت بکنم و این جالبه. شکر. زن صالح را کیست که پیدا تواند کرد؟ قیمت او از لعلها گرانتر است. دل شوهرش بر او اعتماد دارد و محتاج منفعت نخواهد بود. برایش تمامی روزهای عمر خود خوبی خواهد کرد و نه بدی. پشم و کتان را می جوید و به دستهای خود با رغبت کار می کند. او مثل کشتی های تجار است که خوراک خود را از دور می آورد. وقتی که هنوز شب است برمی خیزد و به اهل خانهش خوراک و به کنیزانش حصه ایشان را می دهد. درباره مزرعه فکر کرده آن را می خرد و از کسب دستهای خود تاکستان قرض می کند. کمر خود را با قوت می بندد و بازوهای خیش را قوی می سازد. تجارت خود را می بیند که نیکو است و چراغش در شب خاموش نمی شود. دستهای خود را به دوک دراز می کند و انگشتهایش چرخ را می گیرد. کفهای خود را برای فقیران مبسوط می سازد و دستهای خیش را برای مسکینان دراز می نماید. به جهت اهل خانهش از برف نمی ترسد زیرا که جمیع اهل خانه او به اطلس ملبس هست. برای خود اسبابهای زینت می سازد. لباسش از کتان نازک و ارغوان می باشد. شوهرش در دربارها معروف می باشد و در میان مشایخ ولایت می نشیند. جامه های کتان ساخته آنها را می فروشد و کمربندها به تاجران می دهد. و قوت و عزت لباس او است و درباره وقت آینده می خندد. دهان خود را به حکمت می گشاید و تعلیم محبت آمیز بر زبان وی می باشد. و به رفتار اهل خانه خود متوجه می شود و خوراک کاهلی نمی خورد. پسرانش برخاسته او را خوشحال می گویند و شوهرش نیز او را می ستاید. دختران بسیار اعمال صالحه نمودند اما تو بر جمیع ایشان برتری داری. جمال فریبنده و زیبایی باطل است اما زنی که از خداوند می ترسد ممدوح خواهد شد. وی را از ثمره دستهایش بدهید و اعمالش او را نزد دروازه ها بستاید. آمین. خدا رو شکر. زیباست کلام خدا و شکر برای این همه قدرت و قوتی که در کلام خدا هست و سعی بکنیم که همیشه کلام خدا رو با صدای بلند بخونیم. پاکسازی میکنه محیط رو. توجه میکنید؟ من بارها و بارها این تجربه رو دارم. وقتی کلام خدا رو بلند میکنید اطراف تو رو پاکسازی میکنه، چه از درون منزل چه بیرون منزل، چه در طبیعت چه در هر مکانی که هستی. اگر جایی واقعا نباید روحای دیگه باشن کلام خدا رو بلند کن و من مطمئنم که فضای خوبی رو به شما دست میده و این برکت و رحمت در اسم عیسی مسیح خداوند. آمین. شکر. خداوند کلامش را برکت دهد.